آیا تا به حال در تاریکی مطلق زندگی کردی؟ در جایی که نه امید هست، نه آزادی، نه حتی غذا. ویکتور فرانکل، روانپزشک اتریشی، در دل اردوگاه مرگ آشویتز چیزی را پیدا کرد که خیلی ها بیرون از اون جهنم هم هنوز پیداش نکردن. معنا. بخش اول، زندگی در جهنم، تجربه اردوگاه کار اجباری. ویکتور فرانکل در دوران جنگ جهانی دوم به همراه خانواده‌اش به اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها فرستاده شد. همه چیز ازش گرفته شد. خانواده، آزادی، شوق، حتی نامش تبدیل شد به یک شماره. اما فرانکل متوجه یک نکته حیاتی شد. انسان‌ها حتی در بدترین شرایط انتخاب‌هایی دارند. حتی وقتی نمیتونست هیچ چیزی رو کنترل کنه، هنوز میتونست واکنشش رو انتخاب کنه. مهم نبود چه بلایی سرت میاد، مهم اینه که تو چطور بهش نگاه میکنی. او دید که بعضی‌ها در اردوگاه از درون نابود میشدن و بعضی‌ها حتی در اوج درد هنوز به بقیه کمک میکردن. تفاوت این دو گروه داشتن معنا بود. بخش دوم، معنا نه لذت. تفاوت لوگوتراپی با رواندرمانی سنتی. فرانکل پایه‌گذار رویکردی به نام لوگوتراپی بود، یعنی درمان از طریق معنا. برخلاف فروید که باور داشت انسان‌ها در جستجوی لذتند، فرانکل میگه انسان در جستجوی معناست، نه لذت، و وقتی معنا رو پیدا کنه میتونه هر دردی رو تحمل کنه. فرانکل به بیمارانش کمک میکرد تا علت زنده بودنشون رو پیدا کنن. معنا ممکنه عشق به کسی باشه، یا مسئولیت نسبت به کاری، یا حتی ایستادگی در برابر رنج با عزت. بخش سوم، 3 راه برای یافتن معنا. فرانکل میگه انسان‌ها میتونن از 3 راه به زندگی معنا بدن. 1. خلق کردن یا انجام دادن کاری با ارزش، مثلا نوشتن کتاب، ساختن چیزی یا انجام وظیفه‌ای مهم. 2. تجربه عشق یا زیبایی، عاشق کسی بودن یا حتی تماشای طلوع آفتاب و حس زیبایی زندگی. 3. ایستادگی در برابر رنج. وقتی نمیتونی شرایط رو تغییر بدی، هنوز میتونی تصمیم بگیری چطور با رنجت روبرو بشی. بخش 4، رنج، بخش اجتناب ناپذیر زندگی. فرانکل معتقد رنج بخش مهمی از زندگیه و اجتناب از اون گاهی فقط ما رو ضعیف‌تر میکنه. اگر نتونی رنجت رو تغییر بدی، باید تغییرش بدی به یک پیروزی درونی. اگر رنج معنا داشته باشه، تحملش ممکنه. این نگرش حتی در دنیای امروز هم طلاست. وقتی با چالش‌های مالی، عاطفی یا شخصی روبرو میشی، به جای فرار دنبال معنای پشت اون چالش باش. بخش 5، آزادی نهایی انسان. در اردوگاه نگهبان‌ها همه چیز رو از زندانی‌ها می‌گرفتن، اما یک چیز بود که نمیتونستن بگیرن: قدرت تصمیم گیری درباره نگرش و واکنش. بین محرک و پاسخ فضایی وجود داره. در اون فضا توانایی ما برای انتخاب واکنشه. اون فضا همون نقطه است که انسان بوده رو معنا میده. شما قربانی شرایط نیستی، شما خالق پاسخاتونی. بخش 6، معنای زندگی جهانی نیست، شخصیه. معنای زندگی برای هر کسی متفاوته. مهم اینه که بپرسی امروز در این موقعیت معنای زندگی من چیه؟ گاهی معنا یعنی مراقبت از فرزندت، گاهی یعنی مقاومت در برابر یک بیماری، گاهی یعنی ساختن یک پروژه. معنا متغیره، ولی همیشه قابل پیدا کردنه اگه چشماتو باز کنی. بخش 7، لوگوتراپی در عمل. در درمان بیماران، فرانکل از تکنیکی به نام نیت متناقض استفاده می‌کرد. مثلا کسی که از اضطراب شب امتحان رنج می‌برد، بهش پیشنهاد میداد عمدن سعی کنه مضطرب بشه. نتیجه، اضطراب کاهش پیدا می‌کرد، چون کنترل به دست خود فرد برمیگشت. لوگوتراپی نه فقط درمان روانی، بلکه راهی برای زندگی هدفمنده. بخش 8، معنا حتی بعد از مرگ عزیزان.
یکی از زیباترین نکات فرانکل این بود: وقتی عزیزی رو از دست میدی میتونی معنایی در اون رنج پیدا کنی، نه برای فراموش کردنش، بلکه برای زنده نگه داشتن خاطرش با ارزش و هدف. جنبندی نهایی: چرایی بزرگ رنج رو کوچیک میکنه. اگه چرایی برای زندگی داشته باشی، با هر چگونگی کنار میاد. تو مسئول زندگی خودتی، حتی اگر شرایط ناعادلانه باشه. حتی اگر تو جهنم باشی، هنوز میتونی انتخاب کنی انسان بمونی. اگه از این کتاب الهام گرفتی، یادت نره همین الان یه سوال از خودت بپرسی: معنای زندگی من امروز چیه؟ و اگه دنبال خلاصه‌های بیشتر از بهترین کتاب‌های رشد فردی هستی، کانال رو سابسکرایب کن، لایک بزن و با یکی از دوستات به اشتراک بذار. ما اینجا کنار هم رشد می‌کنیم.